اندام کمیته سیاسی یا پارتیای کیتیا کردی لسوریه سکرتیر بره یه همان پارتی اسماعیل حمه لباجار قامشلو لروجاوای کردستانه ده انجام کریزه دل جیانا خواه ده تمنه 52 سالی ده جدستا. اسماعیل رشید حمه ده سال 1964 لگنده گریدیک یه بسر باجار دربسیه و جدایک بویه. همو جیانا خواه به رگزنامه سوری درباز کرد. وش پیمانگاه تندرستیه لشاما پایتخت سوریه جعالی رژیمه هاتور خستن. لخوندنا خواه لکولجا ادبیه بش انگلیزی لحلب بردوام کرد و دی تمن جوان ده تفلی تفگر سیاسی یا کردی بو که دی سال 1982 لکنگره پارتیا شغیل بشدار بو. دی سال 1993 ده اندام کمیته سیاسی یا پارتیا کیتیا دموکراتا کرد لسوریه الوحده بو و دی سال 2000 ده بشداری دامزراندنا پارتیا یکیتیا کرد لسوریه کرد و بو اندام سرکردایتیا و دی سال 2009 پوست سکرتاریا همان پارتیا ورگرد. اسماعیل حمه یک جدامزرینرین انجمنان اجتماعی کردی لسوریه دی سال 2011 ده بو. هروها حمه دی سال 2012 ده بو سروک انجمنان اجتماعی کردی لسوریه و رکفتنا هولیره دی 12 ماه هفتان 2012 به تفدمیر امضا کرد و دسته کردیا بلند آوا کرد. اسماعیل حمه بهتریا جیانا خواه لباجار قامشلو تا شوا اوغره بسر بر و لگنده خواه دایک گردیک لدربسیه بخاکی هات سپارتن. بارکرین اسماعیل حمه دو قوناغا که هستیار و روژنگیران دهات کوی والاهیه که به هله ده تفگر سیاسیه کردی ده و پیوستی یک مزن هبوج هبونا کسایتین نشتیمان پرور میناوی به تایبت که همو خباتکارن حوالوی گرتینه ده زندان پیاده ده و سروک انجمنان اجتماعی کردی یه نها ابراهیم برو جالیه پیاده جروج آوای کردستان هاتیه درخستن و جبرویه که جنازه همه ایشاوه جهمو جنازه اوغرا خباتکارن میناوی جدا بو و جبلی ایشا و غره ایشا دربونا حوالنوی جادا کردی کونه که رشید دنبو لتنشت کنه بهیداری همه هاتبو و گرتن. شیرین کیلو آرک